دزدان عرصه رسانه‌ای در 20 سال گذشته در افغانستان دزدیدند به نام نهادهای عامی رسانه‌ها که متاسفانه هنوز یک تعدادشان در بیرون از افغانستان فرار کردند و رفتند و پولها را استفاده کردند و حالا مصروف عیش و نوش خود در بیرون از کشور هستند و هیچ نهادی هم پیدا نشد که از اینا بپرسند که میلیون‌ها افغانی که از بیرون از نهادهای کمک کننده و خبرنگاران عرصه رسانه‌ای افغانستان کمک شد کجا هست. ما میخواهیم که از این دزدان عرصه رسانه‌ای پرسیده شود این همه پولی که اینا گرفتن چی کردن و حالا مصروف چی هستند. حداقل این نهادهایی که به نام نهادهای عامی رسانه‌ها هستند امو کارهای مثمرشان که در طول 20 سال گذشته انجام دادن برای رسانه‌ها و خبرنگارا چی بودن. خواست ما از نهادها و مسئولین است که از اینا بپرسن پول کجا هست و پول را چی کردن و به کجا به مصرف رساندن. ما شاهد هستیم که اینا در پشت دروازه‌های زیره‌ای می نشستن و در برابر خبرنگارا برخورد فرعونگونه داشتن و هنوز متاسفانه این روند از سوی برخی از نهادها هنوز ادامه داره و در حالی که یک خودشان به بیرون از کشور فرار کردن و هنوز نامشان در افغانستان سوء استفاده میکنن و استفاده جویی میکنن.